أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، کتاب ریاض الصالحین، حدیث 463. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 463 این حدیث را آورده است که وعن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر بالسوق والناس کنفتیه. میگد از جابر رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم مر بالسوق، گذشت رسول الله به بازار، و الناس کنفتیه، و مردم از دو جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. فمر بجدی اسک میت، فمر بجدی، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت بجدی، به نزد بغزاله، یک بگیم کودک فرزند بز، اسک میتین، اسک بود یعنی که گوشاش میدک و میت بود، مردگی بود، یعنی به یک بغزاله گوش میده مرده را به پیشش رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشت. فتناوله فاخذ باذنیه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه برداشت همین بغزاله مردگی را، فاخذ باذنیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گرفت از دو گوشی همین بغزاله، از دو گوشش، از گوش بغزاله میگه گرفت. ثم قال، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ایکم یحب ان یکون هذا له بدرهم، یعنی کدام شما دوست می‌دارد که ان یکون هذا له، یعنی این از همون انسان باشد، بدرهم، در مقابل یک درهم. یعنی کی میخواهد همین بغزاله میده که مردگی را برای خودش یک درهم ده بگیرد؟ فقالو، پس جواب دادن، گفتن که ما نحب، یعنی دوست نمیداریم، انه لنا بشیئین، او از ما باشد در مقابل چیزی، حتی به هیچ چیز یعنی نمیخواهیمش، یعنی که مردگی است، به هیچ چیزش نمیخواهیم. و ما نصنع به، و چکار میکنیم این بغزاله مردگی را؟ ثم قال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اتحبون انه لکم، گفت آیا دوست می‌دارید شما که از شما باشد؟ یعنی به هیچی آیا دوست می‌دارید از شما باشد؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، گفتن که قسم خود، گفتن قالو، گفتن والله قسم به الله، لو كان حيا، اگر گفت این بغزاله زنده می بود، کان عیبا، این به ارزش بود، این حتی زندهش گفت به ارزش بود که این مردگی است. انه اسکن، اسکن، هر آینه گفت این بغزاله گوش میده هست، یعنی که میده است. فکیف و هو میتون، پس چی برسد یا چی طور که در حالی که اون مرده است، یعنی زنده شما نمیخوایم ولی که مرده شو سویسته، زیرا که بغزاله میده که گفت. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فوالله للدنیا اهون علی الله من هذا علیکم، پس پیغمبر گفت قسم به الله، للدنیا، گفت حتما این دنیایی که شما زندگی میکنید، اهون علی الله من هذا علیکم، یعنی به ارزش تر است نزد الله تبارک و تعالی از اونه که این بغزاله در نزد شما به ارزش است. این بغزاله چی خیلی که شما میگوید که به پول حتی عیب از گرفتنش ارزش ندارد، این دنیا در نزد الله تبارک و تعالی از این بغزاله دیده به ارزش تر است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب، در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم، برای اصحاب دنیا را با تمثیل یا با چیزی واقعی تقدیم کرده و براشان واقعیت بیان کرد. بعد از این حدیث 464
وعن ابی ذر رضی الله عنه قال، از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. میگد بودم راه میرفتم همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حرتین، یعنی در راه سنگینه یا در راه قمهایی که بالمدینتی در مدینه بود. در مدینه در یک راه سنگین یا راه قمیه با رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه راه میرفتیم. فاستقبلنا احد، پس میگه در روبروی ما، در پیش روی ما میگه احد بود، کوی احد. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که یا ابا ذر، ای ابو ذر. قلت لبیک یا رسول الله، میگه گفتم که در خدمت هستم ای رسول الله. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ما یسرنی ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علی 3 ایام و عندي منه دینار الا شیء ارصده لدین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه گفت که ما یسرنی، یعنی خوشحال نمی کند مرا، یعنی من دوست نمی دارم، ان عندي مثل احد هذا ذهبا، هر آینه داشته باشم، ان عندي هر آینه داشته باشم من، مثل احد هذا ذهبا، مانند امین کوه احد طلا، به مثل کوه احد طلا داشتن رو میگه دوست نمی دارم. تمضی علی 3 ایام، بگذرد بر من 3 روز، و عندي منه دینار، و در نزد من باقی بماند از این طلاها 1 دیناره، به اندازه 1 دیناره. گفت این دوست نمیدارم. الا شیء ارصده لدین، مگر گفت چیزی را نگه بدارم برای قرض. اگر برای قرض اگه چیزا گفت بگیرم میگیرم، اما باقی مانده همش را الا ان اقول به فی عباد الله هكذا و هكذا و هكذا، گفت مگر اینکه میگویم، یعنی باقی مانده همون طلایی که هست، فی عباد الله، یعنی تقسیم کنه در بین بندگان الله، هكذا و هكذا و هكذا، و این طور و اون طور و اون طور، یعنی عن یمینه و عن شماله و عن خلفه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرد به طرف راست، به طرف چپ، به پشتش، یعنی گفت تقسیم کنید، چطور که یک چیز بگو که در قشلاق همه جدا تقسیم کن، دستات همه بردارینه، طرف راست و چپ و پیش و قفا را نشان میدی، همین طور رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دستاش برداشت که ها کذا ها کذا، یعنی تقسیمش کنین، این طرف اون طرف، هم مردم ده تقسیمش کنین. گفت اگر طلا می داشتم همین کارا میکردم، دوست نمیداشتم که برای خودم نگاهش کنم، بلکه این را همین طور برای مردم تقسیمش میکردم. ثم سار فقال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز سیر کرد، یعنی راهش رو دوام داد، با رفتن گرفت، در راه میگه وقتی میرفتیم باز رفتن گرفت. و فقال، پس گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامه الا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که این الاکثرین، یعنی هر آینه ثروتمندترینشان، الاکثرین یعنی بسیار دارترینشان از روی مال و از روی ثروت دنیا. این الاکثرین، هر آینه گفت ثروت دارترینشان، هم الاقلون، همونها هستند کم ثواب ترینشان. الاقلون یعنی کم ترینشان از روی ثواب، کم ترینشان از روی ثواب، ثروتمندترینشان هستند یوم القیامت، در روز قیامت. الا من قال، مگر همون ثروتمند، همون مالداره که قال بگوید بالمالی، با مالش، یا مالش چکار کنن، هكذا و هكذا و هكذا، یعنی همین طور همین طور همین طور، چنون و چنان تقسیمش کنن. عن یمین یعنی طرف راستش بگه این طرف تقسیم کنین مال مرا، و عن شمالی طرف چپ تقسیم کنین، و من خلفی طرف پشت بدگی، یعنی تقسیمش کنند، مالش تقسیم کنند. مگر گفت همین انسان یعنی که کمترین ثواب ندارد، بلکه بسیارترین ثواب دارد. و قلیل ما هم، ثم قال مکانک لا تبرح حتی آتیک. و قلیل ما هم، یعنی کمترینشان نیستن ویها.
چیکار کنن؟ یعنی اگر که همین کارا بکنن در مالهاشون، یعنی مال را تقسیم بکنن، و قلیل ما هم، یعنی اینها بگیم کم دارترینشون از روی ثواب نیستن. ثم قال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال علی میگه، حضرت ابوذر رضی الله عنه میگه پیغمبر مرا گفت که مکانک، یعنی در جایت بیست، لا تبرح حتی اتیک، کو جای نرو تو اینکه من به پیش بیام. پیغمبر میگه مرا گفت در جایت بیست و جای نرو تا اینکه من به پیش تو بیام. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، بعد میگه برفت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تاریکی شب حتی توارا، تا اینکه از نظر ناپدید شد، دیگه در چشم میگه نتافت، یعنی دور رفت دیگه در چشمم نتافت. فسمعت صوتا قد ارتفع، پس میگوید شنیدم آواز را که بلند شد، یعنی آواز بلند را شنیدم. فتخوفت ان یکون احد قد عرض للنبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه ترسیدم که ان یکون احد، این که هر یگان کسی قد عرض للنبی صلی الله علیه و سلم، یعنی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمله کرده باشد، یعنی که به پیغمبر حمله شده باشد، یعنی که آواز شنیدم، میگوید از این میگه ترسیدم. فاردت ان آتیه، پس خواستم که نزد پیغمبر بروم، آواز که شنیدم میگه خواستم پیش پیغمبر بروم. فذکرت قوله، پس میگه به یاد آوردم سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که پیغمبر گفته بود که لا تبرح حتی آتیک، یعنی تو از جایت یگان جای نرو تا اینکه من نزد تو بیام، تا آمدن مرا تو در جایت بیست. میگه این سخن پیغمبر در ذهن ما آمد، بعد به یاد ما آمد، میگه فلم ابرح حتی اتانی، پس نرفتم میگه از جایم نجنبیدم حتی اتانی، تا اینکه نزدم آمد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پیشم آمد. فقلت، پس میگه رسول الله را گفتم که لقد سمعت صوتا، شنیدم آواز را، واقعا شنیدم آواز را، تخوفت منه، یعنی ترسیدم از اون آواز شنیدگیم. فذکرت له، پس میگه ذکر کردم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی گفتم که ترسیدم که یگان کس بالات حمله کرده باشد، یگان چیزی شده باشد از همین حساب. فذکرت له، همین چیزی که پیشتر گفتم همون رو میگه برای پیغمبر ذکر کردم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و هل سمعته، یعنی آیا تو شنیدی وی را، یعنی آواز را شنیدی؟ قلت نعم، ابوذر رضی الله عنه میگه گفتم که بله شنیدم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که ذاک جبریل، گفت آن جبرائیل بود، اون آوازی که شنیدی اون جبرائیل بود. اتانی، نزد من آمد جبرائیل. فقال، پس جبرائیل من را گفت که من مات من امتک، یعنی هر کسی بمیرد از امتی تو، لا یشرک بالله شیئا، شریک نآورده باشد به الله چیزی را، دخل الجنت، اون امت تو داخل جنت می شود. قلت، میگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه جبریل گفتم که و این زنا و این سرق، یعنی و اگر اون امت من زنا هم کند و اون امت من دزدی هم کند، آیا شریک نیاورده باشد داخل جنت می شود؟ قال، میگه حضرت جبرائیل علیه السلام گفت که و این زنا و این سرق، و اگر زنا هم کرده باشد و اگر دزدی هم کرده باشد، بله داخل جنت می شود، اگر که شرک نآورده باشد به الله تبارک و تعالی، یعنی که عاقبت در آخر داخل جنت می شود. اگر که الله نبخشیدش و دزدی صاحب حق نبخشیدش، حقش میگیرد و جزاش میگیرد، بعد در آخر چی می شود؟ داخل جنت می شود، یعنی که از جنت محروم نمی شود. فقط یگانه چیزی که انسان را از جنت محروم میکند که اصلا داخل جنت نمی شود، اون چی است؟ اون شرکی به الله تبارک و تعالی هست. این حدیث متفق علیه هست و هذا لفظ البخاری، این لفظی که حاضر خواندمش این لفظ بخاری هست. خب بعد از این حدیث 465 و عن ابی هریره رضی الله عنه، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر می داشتم من مثل احد طلای، یعنی به مثل کوه احد همین قدر طلا می داشتم، لسرنی الا تمر علی 3 لیال و عندي منه شیء الا شیء ارصده لدین، لسرنی، حتما من را خوشحال میکرد،
الله تمر علی 3 لیال، این که بر من 3 روز نگذشته و عندی منه شیء الا شیء ارسله لدین، در نزد من چیزی بماند از اون مگر چیزی که نگه بدارم برای قرضم، برای قرض نگهش می‌داشتم، یعنی که همش تقسیم می‌کردم. اگر که به مثل طلا، به مثل کوه طلا می‌داشتم، زیاده از 3 روز در پیش من نمیماند، یعنی در مدت 3 روز من همه این را به مردم تقسیمش میکردم. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و بعد از این و عنه قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم انظروا من هو اسفل منکم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که نگاه کنید به شخصانی که پایان تر از شما هستند. انظروا الی من، یعنی نگاه کنید شما به کسانی که هو اسفل منکم، اون پایین تر هستند، یعنی در ثروت و در جایگاه دنیوی پایین تر از شما هستند، پس شما انا همونها را نگاه کنید. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، و نگاه نکنید به کسانی که از روی دنیا بالاتر از شما هستند، شما اونها را نگاه نکنید. فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت الله علیکم، پس اون گفت بهتر است که فهو اجدر، پس انا همین کار بهتر و افضلتر و خوبتر است، الا تزدروا نعمت الله علیکم، ناچیز ندانید نعمت الله رو برای خودتون، یعنی که همون چیزی که الله تبارک و تعالی برای تو از دنیا داده است، تو انا همون را شکرش به جا بیار، انا همون را فکرش بکن. وقتی نگاه میکنی از خودت پایان ها را نگاه بکن و دارایی خودت را و حالت و زندگی خودت را دیده شکر الله را به جا بیار، یعنی بالا از خودت را نگاه نکن که فهو اجدرو، پس این افضلتر است، یعنی که پایان نگاه کردن افضلتر است. وقتی بالا را نگاه کردی این شاید در قلب چیزی در نعمت الله بیاد، نعمت الله که الله برات اون نعمت را دادگی است، شاید اون را ناچیز بدانی. برای همین خاطر بالا را نگاه نکن، میگوید از خودت بالاها را، بلکه از خودت پایانها را نگاه بکن. حدیث متفق علیه است و هذا لفظ مسلمین، و این لفظ امام مسلم هست. و فی روایت البخاری، و در روایت بخاری آمدگی هست اذا نظر احدکم الى من فضل علیه فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا نظر احدکم، هرگاهی که نگاه کرد یکی از شما الى من فضل علیه فی المال والخلق، به کسی که فضل یعنی برتری داده شدگی است، فضل علیه برتری داده شدگی است بر وی، فی المالی یعنی از دیدگاه مالداریش ثروتش از اون بالاتر است، برتر است، والخلقی یعنی زیباگیش از این بالاتر است، وقتی کسی میخواهد همین کار بکند فلینظر الی من هو اسفل منه، پیغمبر میگه پس نگاه کند به کسی که اون پایین تر است از خودش، یعنی در زیباگی از خودش پایین تر است، پس خودش با اون قیاس کند که شکر الله را به جا بیارد که الله بهترین خلق بگیم زیباگی را براش دادگی است. یا مال دنیا هم باشد همچنین از خودش پایانتر را نگاه کند تا اینکه شکر الله و حمد و ستایش الله را به جا بیارد و شکر نعمتی که الله براش دادگی است به جاش بیارد. خب بعد از این حدیث 467 و عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از وی روایت است، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت تعیس عبد الدینار و الدرهم والقطیفه والخمیصه ان اعطی رضی و ان لم یعط لم یرضى. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه تعیس عبد الدیناری، یعنی نابود شد بندگان دینار و درهم و بندگان قطیفه و خمیسه. قطیفه و خمیسه یعنی لباسا، خاص لباسای بدن، نه که بگیم به امروزا بگیم کستون و بروکای قیمت دار و سپارتیفکای وایمه داشتگی ها و خلاصه همین چیزا ده برای قطیفه و خمیسه، هر دو اینها نوع لباس است. تعیس عبد دینار یعنی نابود شد
بندگان کسانی که عبادت میکند دینار را، سوم را و درهم را، سوم ها را، دینار و درهم نوهای سوم، قطیفه و خمیسه نوهای لباس. یعنی کسی که مال دنیا را عبادت میکنند، بنده مال دنیا شدگی هستند، یعنی که مال دنیا را از دین و از الله و رسول بسیارتر دوست میدارد. پیغمبر صلی الله علیه و میگه این انسان نابود شد. این اعطیه راضیه، اگر که داده شود براش، یعنی که مال دنیا را براش بتیان، راضیه، راضی می شود. و این لم یعط لم یرضى، اگر مال دنیا براش داده نشد راضی نمی شود. یعنی که مال دنیا را از تمام چیز بالا می داند. اگر مال دنیا به دست بیارد خلاص دوال نیست و راضی است و اشکال ندارد. اگر مال دنیا را به دست نیارد، دیگر هر چیزی هم داشته باشد پرواز ندارد، اون انسان راضی نمی شود. لم یرضى، اگر مال به دست نیاورد دیگر اون انسان راضی نمی شود. خب رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رضی الله عنه روایت کرده است. خب بعد از این حدیث 468، این حدیث انشاءالله درس آینده. و در اینجا این درس را با پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.